گفتار چهارم، نمکش ها. رئیس کلخوز پیش از مراسم غلبه‌برداری و چوجه شماری یعنی مجلس حساباتی و انتخاباتی سالانه 5-6 نفر دهانکلان اطرافش را به دفتر کارش جیغ زده ماده دل کفاند. رفیقان، گفت او از ناف بالای شکم دمیدش را خاریده در اطراف فعالیت امساله ما با نزدیک شوی مجلس حساباتی و انتخاباتی مشمش ها پیدا شده ایستادند. مشمش های نیشدار، نیش های زهردار، زهرهای قاتل. پیش گپ ها را گرفتند در کار. زمین را آب ویران میکند، آدم را گپ گفتند. مقصدتان فهما؟ سراسیمه‌وار میان گپی رئیس را شکسته لب کفاند سرکشاورز کالخاز. شما همان زمین های پختزاری از معیار زیاد آب مانده و کم حاصل گشته را در نظر داشته با کنایه زمین را آب ویران میکند. اکنون همه کم آمده حاصل امساله را به گردن من بار کردنید؟ نه، این حیلتان نمیگذرد. کمبودی های کالخاز گناهکاران نیز انچه گاوی علا در پاده یکتانه. باز همان گپ. یک باره شوریده رفت مدیری فرما. نمیدانم که همان گاوی علای من میمرده باشد که از گپش خلاص شوم. چندین بار گفتم که همان گاوی لعنتیم را من دیده دانسته به مال فرمای کلخاز همراه نکردم که علف مفت خورد. لعنتی از عاقلم گریخته با آن همراه شده است. امروز جدا کرده به خانم میبرم، پگاه جدا کرده به خانم میبرم گفته نیت نیک میکردم و هیچ از سرکاری دستم نمیرسید. تشویش های مجلس سالانه گذرد. خدا خواهد یکنیم کاری میکردگیم همان گاوی علایم را به خانه خودم برگرداندن خواهد بود. لیکن رفیقان، همین گپرانی و سخنبازی را بیاید اکنون یک سمانید. راستی گپ همه ما گپ گویی جوال کار گویی کسل نیمرده حال. سرمحاسب کالخاز از سخنان آخرین مدیر فرما لرزید. شما کوری خود و بینای دیگران. دهان گیز کرد او به سوی مدیر فرما. نمیدانم همان یک دو جوال گندمی از انبار کالخاز برده مرا کدام دهان بفراویزش به شمایان خبر داده باشد. با همان یک دو جوال گندم را بردن من یگان جای کس کم نشده است به خیالم. اصلا گیریم این یک دو جوال گندم پیش آبلای کنی دیگران چرک دندان. بهوده نگفتند که حلوای خورد حلیم و کلتک خورد یتیم. به کاسه شوربای سرمهندس کالخاز حلیم غفور گویا خرمگس افتاد. او یک قد پریده قریب تمام آوازش را سر داده گفت: آدمان این زمانه خیالم 4 چشم دارند. 2 چشمشان برای خود و دوی دیگران از پی دیگران. همان لعنتی احرار کجله را گفته بودم که نکنم این خیل کاره. نه کرد. یعنی برای قسم های احتیاطی گرفتن به خانه من 2-3 قوطی قند و قندلات از جمله کمتر حلوا آورد. از حلوایش براستی که تا حال یک پاره هم به دهان نگرفتم. چی در کار دروغگویی؟ به یگان کس از جمله به شما رفیق سرمحاسب همان قند و حلوا لازم باشد مرحمت بیایید و از خانه من برید. لیکن این خیل پیچین پرانی کاری مرد نه. در عرفیت میگویند که شد بس. نهایت لبریز شد کاسه صبر رئیس کالخاز. در را زدم دیوار کفید. از غضب وجود رئیس کالخاز کابین ماشین شلق برین میلرزید. او دور و دراز چیزی نگفته ایستاد. حاضران یک به در یک به دیوار کج نگریسته هراسان پسا پیش دفتر کاری رئیس را ترک گفتند.